دوستان عزیز، سال 1992 بسیار سال وزمین شروع جنگ شهروندی در وقتی فلج شوی حاکمیت کسی را گوش نمیکرد. یگان ساختار و مقامات وجود نداشت. تاجیک کشی سرشیده بود در بعضا شهر نایاب. تاجیک ها را دسته برده میکشد و در اون شب و روز بعدی که انتخاب کردن همین سخنها را من در همونجا اولین بار خیلی کردم و در وقتی تنجی آرامی را آور بودیم، در وقتی وزمینی که سر ملت آمده است گیرید، برابری کنید، سروری کنید، تشبسکار باشید، مردم را صاحبی کنید. در روی هم گفتن بعد 2 هفته تو را میکشن. من یک چیز را در میکردم که در اما وقت رهبری در کار بود که فدایی ملت باشد، خودش را قربان کند و ملت را سرجم. امام علی رحمان مردی است از سرنوشت. در حالی که مملکت در آتش جنگ تحمیلی داخلی میسوخت، او با جنگ اعلام کرد و با جنگید 4 سال و 6 ماه و 29 روز. با تکیه به تجربه تاریخی ملت دست به کار شد، با طرفهای درگیر گفت و شنید و به مردم مراجعت کرد. خلق ما امروز دشوارترین و فاجعه‌ناکترین دوره تاریخی خود را از سر گذرانیده ایستاده است. من قسم یاد میکنم که تمام دانش و تجربه‌ام را برای در هر یک خانه برقرار شدن صلح روانه کرده، برای وطن عزیزم صداقتمندانه محنت میکنم. اگر لازم شود جان نثار میکنم.